همچون آرون گیم هستم. حالا خوش اومدید به ویدیویی از کانال ما دوستان. من این دومی ویدیویی که دارم میذارم داخل کانال یوتیوبمون. دوستان خواستم بگم که من کانال داخل آپاراتم دارم، میتونید برید از اونجا هم ویدیو من نگاه کنید و انشالله این چند روزه کلی ویدیو میخوایم بگیریم. و امروز اومدیم یه بازی خیلی خوب میخوام بهتون معرفی کنم. شاید مثلا کسایی باشن که این بازی رو نشناسن یا شاید کسایی باشن که این بازی رو بشناسن. حالا من گفتم برای کسایی که این بازی رو نمیشناسن بیاین بهشون چیزش کنیم، معرفی کنیم و برن بازی کنن و حال کنن. دوستان اون بازی که میخوام بهتون معرفی کنیم این بازی هستش. نگاه کنید این بازی که این نسخه اصلیش داخل کامپیوتره که داخل کامپیوتر اسمش استا کورساست و یه بازی ماشینی خیلی خوبه. حالا من میرم داخل. حالا اگر خواستید دانلودش کنید از گوگل پلی میتونید برید اون اسم بازی که زیرش نوشته بود و بزنید و نصبش کنید. دوستان نگاه کنید این خیلی گرافیک خوبی است. ماشینای مختلف داره، مثلا الان ماشین اولیه، این دومیه و سومیه که قیمت ها هستش، مثلا این بنز. حالا بریم با اون ماشینی که من خودم دارم داخل بازی و ببینیم چجوریه. خب دوستان حالا اومدیم داخل بازی. گرافیک خیلی خوبی داره، بعد خیلی بازی خوبی هستش. شما میتونید از طریق تنظیمات مثلا فرمونش رو تغییر بدید یا چیزش رو تغییر بدید. خیلی گرافیک خوبی داره، خیلی عالیه. بعد بچه‌ها مثلا یه بازیایی هستن که اصلا شبیه این نیستش. این مثلا خیلی گرافیکش خوبه، بالاست. ولی مثلا یه بازی ماشینی هستن که اصلا خوب نیستن و اصلا گوشی شما بالاترین مدل هم باشه داخل اونجا هنگ میکنه. یعنی خیلی بازی بدیه. ولی مثلا یه بازی هستن عین این بازی که گرافیک خیلی خوبی دارن و خیلی روون همه کاراش انجام میشه. ولی دیگه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.